درود خداوند بر شما عزیزان. امیدوارم هر کجای زندگی هستید لحظه به نام و کامتون باشه. بنده عباس غزنوی هستم، یک عاشق لذت بردن از دقایق زندگی، عاشق با خودم بودن، تو خلوتگاه درون رفتن. ما میایم تو کافه ها میشینیم، قهوه میخوریم که احساس خوبی پیدا کنیم. به خاطر اون کافئینی که به ما میرسه ما احساس خوبی پیدا میکنیم. ما میتونیم از تواناییامون استفاده بکنیم، میتونیم تواناییامون رو بشناسیم و به صورتی از اونو بهره ببریم که همون احساس خوب رو داشته باشیم. اگه قهوه نخورم سرم درد میگیره، اگه قهوه بخورم بهتر میتونم حرف بزنم، اگه قهوه نخورم اعصابم خورد میشه. اینا چیزهاییه که به بیرون میرسه. ما باید دقت کنیم با انرژیهای درونیمون ارتباط برقرار کنیم. یادمون باشه خداوند وقتی انسان رو خلق کرد کلید اسرار رو گذاشت درون قلبش و انسان سالهای سالی که داره بیرون از خودش دنبال این کلید میگرده. هیچی بیرون نیست، درون توه. اون قهوه‌ای که عباس تو میخوری و به احساس خوبی میده چون تو داری براش احساس خوبو میسازی. یادمون باشه باید احساساتمون رو بشناسیم، در موردشون صحبت کنیم و از اونا رد بشیم. اگر میخواین آرامش و صلح درونی رو تجربه کنین، خواهش میکنم در رابطه با شناخت احساسات تحقیقات کنین، صحبت کنین، آگاهی خودتون رو بالا ببرید. احساسات واکنش بدن نسبت به ذهن ماست. وقتی یه نفر به شما بی احترامی میکنه، ذهن شما میگه به شما بی احترامی کرد. همون بی احترامی رو اگه به زبان اسپانیایی به شما بکنن، شما هیچی نمیگی. هلو اوکی خارجی ها، چون ذهنت متوجه نمیشه چی داری میگی. پس بیا ذهنتو تربیت کن با دعا و مراقبه و سکوت و نیایش و دقت و تمرکز. به سکوت ذهن برس، با سکوت کلام، با سکوت نگاه، تا بتونی آرامش درونی رو تجربه بکنی و بدون مصرف قهوه از زندگیت لذت ببری. حالا اگه قهوه هم اومد وسط کار، موفق باش.